سلام دوستای عزیز، امروز یک کیک خوشمزه آماده میکنیم. کیک قوی است و اگر دوست دارین کیک پختن و دیگر غذاهای خانگی را یاد بگیرین، چینل ما رو سابسکرایب کنین، لایک کنین و شیر کنین. مواد لازم کیک ما روغن، پودر کاکاوی، پودر کیک و تخم همراه هیل است که ما اول گرفتیم تخم در مکسر انداختیم، بعد از بوره را انداختیم، میمانیمش که خوب مکس شود و بعد از اون ما شیره مندازیم که شیره یک قطعه مندازیم و همقدر بر کیک ما کافی است و یک گیلاس هم روغن مندازیم، میمانیمشون که خوب با هم مکس شوند، کف کنن. بعد از اون میگیریم پودر کاکاوی مندازیم. پودر کاکاوی بسیار کیک مزه‌دار میکنه. هیل هم مندازیم به خاطر کیک خوشبویی کنه. اینا میمونیم خوب با هم مکس شوند و ناگفتنمانه که ما یک کیک تزیین هم میکنیم، اما در پارت بعدی بیننده پارت بعدی هم باشین، چون کیک بسیار خوشمزه میه و به خاطر که اگر مهمان داشته باشین میتونین کیک تزیین هم کنین. مال کیک خمیر کیک ما آماده شد، میگیریم در داش میمانیم. کیکم به مدت 20 دقیقه در داش میمانیم که خوب باف کنه.